نرخ چپتای پرواز از مسکو به دوشنبه در پی اعلان موبیلیزاسیا به صف ارتش روسیه به شدت بالا رفته بنا به اطلاع سامانه یکی از بزرگترین پایگاه‌های فروش چپته‌های پرواز در روسیه برای روزهای 25، 26، 27 و 28 سپتامبر سال 2022 از مرز 100,000 روبل عبور کرده حتی به 134,000 روبل و یا $2,300 آمریکایی رسیده است. همین طور نرخ چپته‌ها به سمت دیگر کشورهای مهاجرفرست سابق شوروی ارمنستان، گرجستان، آذربایجان، ازبکستان و قرقیزستان نیز به مراتب بالا رفته است. برای مثال نرخ پرواز از فرودگاه دمدید و به دوشنبه برای روز 25 سپتامبر 127,700 روبل و برای روز 26 سپتامبر 134,200 روبل بوده برای روزهای 29 و 30 سپتامبر به مراتب ارزانتر است. چپته‌های سفر از دوشنبه به مسکو خیلی ارزانتر بوده برای برخی روزها در ماه اکتبر میتواند تا به 11,000 یا 12,000 روبل هم چپته پرواز تا مسکو را خرید. گفته می شود سبب چنین افزایش بکراته نرخ پروازها از روسیه فوج رو به فرار آوردن مهاجران سابق است که شهروندی روسیه را به دست آورده بودند، ولی حالا ترس فرستاده شدنشان به جنگ اوکراین آنها را وادار کرده است که برای خود و فرزندانشان راههای فرار از روسیه را بجویند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 21 سپتامبر فرمان موبیلیزاسیا را امضا کرد و به دنبال مجازات را برای آنهایی که از رفتن به خدمت سرکشی میکنند خیلی شدیدتر کرد. از این به بعد آنهایی را که از موبیلیزاسیا سر میپیچند میتوانند تا 10 سال محکوم به زندان کنند. مهاجران تاجیک از پایتخت روسیه روز 25 سپتامبر سال 2022 با ارسال عکس یک اعلان خبر دادند که در مسکو علیه اعلانها به زبانهای تاجیکی را آویختند که در آنها شهروندان تاجیکستان با وعده به آسانی به دست آوردن شهروندی روسیه به خدمت قراردادی به صف قوه‌های مسلح روسیه دعوت کرده می شوند. در این اعلان از خواهشمندان دریافت آسان شهروندی روسیه دعوت کرده می شود که به نقطه‌های جمع‌آوری داوطلبان در ورشاوسکی شاسه و یا به نمایندگی وزارت مدافع روسیه در مرکز مهاجران در سخاروو مراجعت کنند. از داوطلبان تنها از 18 ساله بالا بودن به خدمت عربی موافق بودن سلامتیشان و دانستن زبان روسی تقاضا می شود. در عوض به آنها معاش ماهانه به اندازه کمش 190,000 روبل و همچنین ثبات، امکانات وسیع برای خودشناسی، سطح زندگی شایسته و مقام بلند اجتماعی، همچنین امکانات قبول به شهروندی فدراسیون روسیه با ترتیب ساده کرده شده هنگام بستن شرطنامه پیشنهاد کرده می شود. به داوطلبان همچنین تامین با منزل و خوراکواری، یاری طبی، تامین نفقه و حفظ اجتماعی اعضای عائله‌های حربی و دیگر امتیاز و کفالت‌های اجتماعی و جبران‌ها هنگام اجرای وظیفه‌ها در حالت فوق‌العاده و درگیری‌های مسلحانه وعده داده شده است. همین وعده آخر مربوط به اشتراک در درگیری‌های مسلحانه بسیاری‌ها را نگران ساخته، زیرا باور می‌رود که دعوت عمومی مهاجران به ارتش روسیه به خاطر فرستادن آنها به جنگ اوکراین صورت می‌گیرد. آن همه امتیاز و کفالت‌ها معمولاً به آنها داده می‌شود که در این جنگ کشته و یا زخمی و معیوب می‌شوند. سفارت تاجیکستان در روسیه اخیراً شهروندان تاجیک را هشدار داد که از اشتراک در عملیات جنگی در قلمرو دولت‌های خارجی خودداری نمایند، زیرا مطابق کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای این عمل جوابگری جنایتی پیش بینی شده است.